از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. پیش پای شما و فقط هم از روی کنجکاوی گلاب به روتون این پیام رسان داخلی رو نصب کردم ببینم چی هست که اینقدر دارن تبلیغ میکنن. سرعتش که مالی نبود، اما کاربر گرامی، با درود به روح آنلاین امام راحل به پیام رسان داخلی خوش آمدید. اوه این چی بود؟ چه با کلاس. آقا امکانات خوش آمدگویی هم داره بابا. ایول. کاربر گرامی، بالا آمدن پیام هایتان مقداری طول می کشد. شما می توانید در طول زمان انتظار برای سلامتی مقام عظما دعا کنید. یعنی چی مسخره بازی ها؟ یعنی چی مقام عظما کیلو چنده؟ این دکمه سایلنتش کجاست؟ بذار من یه لحظه. کاربر گرامی، شما مجاز به سایلنت کردن نیستید، مجبوری تا آخر گوش کنید. مجبورم تا آخر گوش کنم؟ برو بابا، الان میزنم از گوشیم پاکت میکنم، هست و نیستشو میخوام به باد بدم. صبر کنید. کاربر گرامی، در راستای حمایت از کالای داخلی امکان پاک کردن این پیام رسان داخلی از روی تلفنتان وجود ندارد. مجبوری تا آخر عمر از این پیام رسان استفاده کنید. برو جلو بوق بزن. عکس پروفایلم چی شد؟ عوضش کن. آقا چه غلطی داری میکنی تو این گوشی؟ کاربر گرامی، یه لحظه اجازه بده. عکس پروفایل شما مناسب شونات اخلاقی نبود، باید عوض میشد. عکسای مهمانی دیشبتان هم از حافظه گوشیتان حذف شد، تمام شد، رفت. ای بابا، با عکسای مهمونی من چیکار داشتی آخه تو؟ کاربر گرامی زیاد اصرار نکنید، وگرنه مجبور میشم که گزارش مهمانی دیشبتان را برای نیروی انتظامی ریپورت بکنم. یعنی چی؟ عجب داستان. به خدا اگه بخوای از این جاسوس بازی‌ها در بیاری میزنم همینجا میترکونم تا. آقا پس این حریم خصوصی چی شد؟ مگه عظما نگفته بود ها؟ کاربر گرامی، به گفته امام راحل حریم خصوصی مال خر است. امروز میگویید حریم خصوصی میخواهیم، حتما فردا هم میگید حریم خصوصی ما را نقض نکنید، مگر اینکه ما مرده باشیم. گور بابای تو و مقام عظمام و امام راحلت کردن. کاربر گرامی، به امام فحش میدی؟ صدا و تصویر شما ضبط شده است. خودتان را آماده کنید که سربازان گمنام تو راهن. من یه بابایی از تو در بیارم که تو تاریخ بنویسن. تمام. آقا یعنی یه چنین بلایی سرت میاره پیام رسان سروش؟ نکنید آقا، نکنید. گیر و گور آدمو در میاره. یعنی تا دیروز طرف باید میومد به زور بازجوییت میکرد تا ازت اطلاعات بگیره، امروز یه سیستمی نصب کرده که خودت با دستای خودت اطلاعاتت رو آپلود میکنی. خب کسی هم نمیره اینو نصب کنه که دیگه. اینترنت مجانی، دانلود مجانی، سیسمونی، وام بی‌عوض، نصف پول نفت، همش با پیام رسان سروش. خون دار و بچه دار، زنبی رو بردار بیار که پیام رسان سروش بدم. داداش بیپیچم؟ نه آقا الکی اینقدر تبلیغ نکن بابا. ما همون آب و برق مجانی امامتون رو استفاده بکنیم بسمونه. والا حسابشو بکن، داری چت میکنی 2 تا تیک میخوره که نشون میده رفیقت سین کرده، تا به خودت میجنبی شده 3 تا تیک. تازه موردم بوده که 4-5 تا دیگه هم بهش اضافه شده. یکی مسئول شرعیات پیامته، یکی مسئول اطلاعات پیامته، یکی هم حتما دنبال اینه که یه وقت به امام و عظما و اینا فحش ندی دیگه. تازه اگه یه خوردم حرفت بودار باشه، یه نفر خودش وارد میشه میگه مواظب حرف زدنت باش. یعنی میخوای 2 کلام با بابات راجع به کولرم صحبت بکنی ها، همه ارگان‌های سیاسی و نظامی و امنیتی نظام نظرشون رو در رابطه با روشن و خاموش کردن کولر خونتون میدن. البته که خب این استقلال هم زیاد عجیب نیست ها. شما گردانندگان این پیام رسان رو ببینید تا ته قضیه رو میخونید. ایشون داوری مدیر پیام رسان بیسفون هستن. در کنارشون هم عسکری ساری مالک پیام رسان سروش هست و خلاصه اینکه آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مسیر کربلا. آقا با همه این حرفا یک کلام ختم کلام.
ما قید پیام رسان رو زدیم. ما از همون کفتر کاکل به سر وای وای برای پیام رسانی استفاده میکنیم. تمام. آقا حالا این که حریم شخصیمون بود، یه قوقای دیگه که هست سر اطلاع رسانی و اخباره. یعنی همین الان تو پیام رسان‌های داخلی الان ناوهای روسیه دارن آمریکا رو میزنن، بشار اسد حمله کرده به اروپا، حاج قاسم سلیمانی هم کاخ سفید و پایگاه بسیج کرده، سپاه پاسداران هم همینجوری موشک‌های کروزش رو همینجوری داره میزنه به منطقه. تو اخبار فرهنگی هم مونالیزا به چنین وضعیتی افتاده. روشون هم که کم نمیشه. طرف اومده گفته استقبال بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای شده از پیام رسان و سروش، همه دارن نصب میکنن. یعنی نشستن که تعداد فالووراشون زیاد بشه. یه چیزی تو این مایه ها. البته از حق نگذریم، از نعمات این پیام رسان سروش همینو بگم که رفیق ما از دار دنیا یه اسم داشت، اسمش هم سروش بود که اونم شده سوژه خنده ملت. آقا چه خبره اینجا؟ داستان چیه؟ این سر صدا چیه؟ تولد منو اینا از کجا شما تولد منو از کجا فهمیدین آخه؟ پیام رسان سروش کن. ای خدا.